اگه روزی 2 دقیقه برای 1 ماه پلنک بزنی، روز 30 چه اتفاقی برات میافته؟ هفته اول بدن شکست. کل بدن توی پلنک میلرزه. شکم، پهلو و پایین کمرت فقط دارن میجنگن که فرم رو نگه دارن و 2 دقیقه خیلی طولانی تر از چیزی که فکر میکنی به نظر میاد. هفته دوم یه چیزی شروع میکنه به عوض شدن. صافتر میستی بدون اینکه حواست باشه و فشار و درد پایین کمرت کمتر میشه. حرکت‌های ساده رو راحت تر انجام میدی. هفته سوم اینجا همون جاییه که وظیفه عضلات کور و پشت رو میفهمی. ستون فقراتت ثبات کامل داره و از سمت عضلات حمایت میشه. تعادلت خیلی بهتر شده و قدرت و کنترل رو توی همه حرکات حس میکنی. هفته چهارم از هسته مرکزی بدنت یه هیولا ساختی. تو دیگه به سختی قوز میکنی. تنفس خیلی بهتری داری و 2 دقیقه پلنک برات یه شوخی به حساب میاد. تازه گردل رو فالو کردی که هر روز پیشرفت کنی.